الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز درباره شفاعتی که الله سبحانه و تعالی و پیامبر صلی الله علیه و سلم داده است برای شما گشرس می نمایم. الله سبحانه و تعالی به پیامبر ما صلی الله علیه و سلم مقام محمود داده است که در قرآن ذکر شده است که الله میگوید عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، شاید پروردگارت تو را به مقام محمود برانگیزد. این مقام محمود روز آخرت است. تمامی از اولین تا آخرین به محشر جمع می شوند. همه در انتظاری بودند. حتی مردم به نزد پیامبرها رفته طلب شفاعت میکنند، لیکن این شفاعتی که آنها طلب میکنند به پیامبر ما صلی الله علیه و سلم آمده میرسد. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم نزد عرش الله سبحانه و تعالی میروند و سجده میکنند و حمد و ثنای زیاد میکنند که الله میگوید یا محمد ارفع رأسک سل تعطی واشفع تشفع. الله میگوید محمد سرت را بالا بکن، بپرس میدهم و شفاعت کن، شفاعتت را قبول می نمایم. الله سبحانه و تعالی وقتی که این خیل سخن میکند پیامبر صلی الله علیه و سلم سرشان را بالا میکنند. با این سجده که پیامبر صلی الله علیه و سلم کردند از الله طلب شفاعت کرده بودند. این اولین شفاعت بزرگی که الله به پیامبر صلی الله علیه و سلم وعده داده بود الله اجابت می نماید. دومین شفاعتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم داده می شود همه مردم نزد در جنت راست می ایستند تا که دروازه جنت گشاده شود و مردم داخل آن شوند. اولین کسی که در بهشت را باز می نماید این پیامبر ما صلی الله علیه و سلم می باشند و اولین امتی که داخل جنت می گردد امت او صلی الله علیه و سلم می باشند. خوشا به حال ما که از امت او صلی الله علیه و سلم هستیم. این دو شفاعت است که شفاعت بزرگ الله سبحانه و تعالی اجازت داد به پیامبر صلی الله علیه و سلم. باز شفاعت هست لیکن خاص به پیامبر صلی الله علیه و سلم نه، بلکه به بعض از مؤمن ها داده می شود که این یکی از آنها شفاعت است که اهل توحید یعنی ذره کسی در قلبش ایمان داشته باشد از جهنم به جنت برمیگردد. سومین شفاعت برای کسانی است که با سبب بعضی گناهایشان به داخل دوزخ شده بودند، با سبب دعا از و طلب شفاعت از دوزخ خارج می شوند و به جنت داخل می شوند. و چهارمین شفاعت این شفاعت است که در درجه در جنت بلند شدن، یعنی در جنت درجه ها دارد، حسب ایمان برای شما درجه داده می شود در روز قیامت که با طلب شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم و با شفاعت بعض مؤمن ها درجه شما بالا می رود. و دیگر شفاعت این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم سبک میکنند گناهی امکشان ابو طالب را. این شفاعت هم به پیامبر صلی الله علیه و سلم خاص است که فقط برای امکشان شفاعت طلب میکنند از الله سبحانه و تعالی. با سبب شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو طالب را عذابش را کم میگرداند الله سبحانه و تعالی. و این شفاعت هایی که ذکر کردیم هم به پیامبر صلی الله علیه و سلم هم برای مؤمن ها داخل دارد. به هر یک ما ضرور است که به پیروی به پیامبر صلی الله علیه و سلم کنیم تا که به شفاعت او صلی الله علیه و سلم نائل بگردیم. از الله سبحانه و تعالی میپرسم که هر یک ما را به شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز آخرت برای ما نصیب بگرداند. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.